در شهر استرافشان جماعت زرحلال دهه جرقرغان باز یک کودکچی شفا یافته زندگی دارد. چنده پیش کودکی جراحی شده را عیادت نموده. دخترچی 5 ساله کنجی شکرانه مادرزاد از بیماری نقصان دل، نقصان تعواری بین معده‌چگی اذیت داشت. حالا باشد کودک پس از گذشت یک جراحی صحت و سلامت در نزد مادرش قرار دارد. شکرانه را سنه 27 می سال 2021 در مرکز بیماری‌های دل و جراحی دل و رگ‌های ولایت سوخت با موفقیت جراحی نمودند. خوشبختانه مرحله پس از جراحی طبق اطلاع طبیبان به عوارض طبق نقشه انجام یافت. ارزش خراجات جراحی در حجم 26,000 سامانی با کمک پولی مردم توسط فوند خیریه‌ای آرمان پوره پرداخته شد. مادرش گلناز عزیزه و امروز از سالم گشتن دل فرزندش شکرانه دارد. میگوید که از حالت فرزندش شکرانه هنوز از زمان طفلی کودک خواطر بود و همیشه برای صحتیابی دخترچه‌اش چاره می‌جست. وقتی تولد شدگیش به همینجا با اومدیم 3 روزش میبیاد که همینجا با اومدیم و بعد 3 روز همینجا دخترام اومدن دیدن همون تا 3 روز در نگوار با خون میرد تیز نفس میکشد. گفتم چون این خیلی تیز نفس این هوش این خیلی اکو دیدی گشتید که تیز نفس کشیش دیگه چه بود خوروت سون دخترام اومد. گفتم که این همه خیلی نفس کش داشت چون این خیلی گفتم که این همه هوا گرمش بفتن هوا گرم که همون بفتن گفتم منم اکو هوا گرمش بود است گفتم به اعتبار گشتم همین هر نفس دیشم خوب میرد که نفس دیش دیگه خیلی اکن دخترها چی نگفتن که گفتم گشتم سونه 7 ماه شد و گریپ شد 7 ماه شد و گریپ شد و تصبش نفر آمد خیلی تصب کرده خیلی حالتش سب وزمین‌تر شد دیگه همین خیلی شد که سونه بانی صاحب اینجا بردیم که یعنی خدامو آنالیز برو این خیلی میتون تو گفتن بینم تمام وزنش داشت تا آنالیز برو بسپیت کنه میتونم مثلا یعنی شهر بردم تمام احول برفته فقط درگی نداده است تمام پرتفتگی خودشه دیدی که دکتر رو بردم که اینه یا با اوزی کنید تمام گفتن گایسان اوزی کرده دیدیم که همه خیلی برآورد دلش پروکش برآورد که سونه آورده این خودمون نشون دادیم که این هم نه خودم برید تمام گفتن خودم رو برآورده نشون دادیم که اونجوری هم همه خیلی برآوردن حقانه همون 7 ماهگیش فهمیدیم که دلش پروکش بوده است سون همون 7 ماهگیش به سال شرایط اون وزمین‌تر و خوابونده نتونستیم و لیتیانی گرفتیم آنچه نخ شد و بعد 2 هفتهش با حالاتش بهتر شد سون برده مجبور دید که خور رفتیم 15 روز می خور رفتیم همین که خونه به بیکره گشتیم سون اینجا قایم بودن همونو رفتیم که اینه همه اپراسیون کنید تمام گفتن کن کرم با شرایطمون نیست بود و کنفتگیشون و این 2 ساله شدگی بود تا 2 ساله کنید تمام گفتگی بودن 2 ساله شد که هیچ علاجی یافته نتونستیم همون بیان پولی یافته نتونستیم سونه 2 ساله شده رفت که و یا رفتیم که همه اپراسیون کنید تمام گفتن بیوای نمیشه بر آینده به کلان شود اگر و شکوفه کلان شده میگیره گفتن به همین 2 تا شکوفه شایفته بودن 2 تا شکوفه شایفته پیش از اوزی همو بر 2 تا شکوفه شایفته سال تیشکش کلانتر بوده است درد خدا بوده است منش باشه داد شما سبب چیزیتون اشمون من ندار من هزار رحمت شما و اشمون من میخوام خورسن که من ندار من که نقش دگیش بدیم اصلا که من حاضر اومدگیش چند سال 6 ماه شد می حالی من تگی دری دخترو نرفتیم بعد از افرسته رسایم نخس پیش از افرسته اقا بازی نمیکرد مونده شده میموند و میکرد حاضر بعد افرسته قبدیم نمیتونم خونش این گاییدم حاضر یکون چی بهونه میکند برونده میبرود همین که بازی دیه اگه مونده شدی و هوش نیست است پیش مونده میشونه مونده شده میستاد باز کنه سونه اینجا قش بود گیره کرم میگرفت هر چی به گیره میکرد حاضر نه کن آنچه نغز دیه اولش دیده حاضر آنچه نغزش بخورسم من از طرف دیلش نغز همین هر وقت این خودم با برده گوش میکنه هم بله طوره با گوش که بیمگه اولش حالتش حاضر آنچه نغز شده است خودم گوش میکنه خودم ها دلش به دست مانده میستم وقتی ها بازی داشته استگی باشه مگر همین روی ویش هم معلوم بود دیه بازی کرم ایستاد حاضر ایخه معلوم نه همین روی دلش هم هفته بازی کرم ایستاد دیه بس چاش حاضر نه اوای دیده
و هوشم بود دیگه بلند خود یک تراکتور بود آواز میداد همون خیلی کش نیست است چپش پیشونم نه نوکای مکتب میرم این سال به خود خواهد خورسم من این باز که گشتگیش به خورسم من اینه دیده دادش اینجا آوردیم خورسندیشون اکم هرسی رویم کار کنیم اکم که اینو نقص خورونم گفته این سال برفتم 2 تا پسر 3 تا دختر این چهارمش اون ویش 5مش دیگرش سالونه؟ نه همش نه اینه دخترها برفته من گفتم که اکو مادر زاد گفتن گریپی سخت خامله دار شدگی وقتت بگو همین گریپی سخت شدگی باشی یا که ایگان چی ترسیدگی باشی همون اثراتش همین به هفتگی گفتن مادر دخترچه گلنوزه عزیزه امروز اشکی شادی دارد. از گفتش خورسندیش حد و کنار ندارد. از سالم گشتن جسمی فرزندش شکرانه دارد و در حق طبیبان و سخاوتمندان سخنی نیک میگوید. همین بچه‌م نقش شدگیش به من خورسم همین شما نمیشنیدی تا من همون آدمو کی یاردم داده باشن نمیشناسم و همونو بیام هر از دو میکنم رحمتی کلان همونو به نباشم و نکنم هیچ ایلاشی افته نتونستیم من 7 ماهگیش داده همو زخم میشن که اینه چی میکنیم چقدر میبرود هیچ اکم 5 تا بدم به همین خیلی بدم به تا همین سال به در آمده نشه ایلاشی افته نتونسته گشتیم دیگه دکترها میریم که احتیاط کن ندواد این نشو بعد بیفتن گشته نکو برده پرسه کن گونگر اینا میبیان زخم میشن نکو کی پول نمیتیادش که گشته همون به زخم شده همه گشته که من شما نفهمیدیم شما یاردم دادیتون همینش بهم خورسم هیچ اکم هم پلاتامو برفته شدیم که دستشون گفتن که من شتکیم به 4 ماه شد من به 2 ماه شد 1 ماه شد کشتن دیگه هم تو رفتیم و حالا 1 ماه نشده یعنی مهان شد دیگه هیچ باوریم نمیگرد خوننگام تلفن کرد فقط پرسه بوده است میگم حقونه می یا خطا فهم دوست میگن دیگه اصلا نه میخه بوده است من پرسه شد بعد 1 هفته جواب شدیم گم اگر هیچ بار میگرن هم خود نغز بدن هم خوبه رحمت میگن و هم خورسند شدن علیکم سلام شما درست می نازمه؟ بیایید اصلا شما نازمه درست می؟ بیایید دجا اسم گذارید با کلان دخترچه میرزا غفور عزیزف همه روز نزد نبیرگانش به عیادت می آید. میگوید که همیشه از سلامتی نبیرچه اش شکرانه خواطر بود. خوشبختانه امروز خاطرش جمع و دلش آرام گرفته است. در حق طبیبان و نفرانی که در راه شفایابی نبیره اش سهم گذاشتند دستی دعا می بردارد. رهایی طول عمر شما همه قدر خدمت های کردتون شما هم رحمت های کلام این هم باش اهم خورسندی هم نه شما هم دویتون سهات پیشوایی هم خوشان دیگه من قدر یادم کرده همه مردم ها بیام رحمت همه های هم برای کارشون اتیاد و دستشون در نکند سهات پیشوایی به رحمت کلام من خدا باشد نقشونی بچه هم موتونه برای کارتون اتیاد پس از چنین عیادت و صحبت‌های صمیمی ما کارمندان برنامه آرمان همیشه خود را خوشبخت و آسوده حال حس می‌کنیم. خوشنودیم که کمک خالصانه مردم به عائله نیازمند دسترس گشت و در نتیجه باز یک کودک معصوم شفا یافت. به کل مردم سخاوت پیشه دیار سپاس می‌گوییم. چون همیشگی به رقم کوتاه 1519 زنگ زنید و در عمل شوی کارهای خیر و سخا همراه باشید.